از وقتی ارد شیره رو سر سفره صبحونه میارم دیگه کسی کره مربا نمیخوره و خیالم راحت خانواده خوششون اومده و یه صبحونه سالم و مقوی خوردن. تازه خیلی هم راحت درست میشه و من تمام نکته هاشو در ادامه بهت میگم. کنجدار رو بعد از اینی که پاک کردیم در تابه روی حرارت ملایم قرار میدیم و مرتب هم میزنیم تا طلایی و برشته بشه. بعد بلا فاصله به یه ظرف دیگه منتقل میکنیم چون داغی تابه باعث سوختگی کنجدار میشه. میذاریم که کنجدارمون سرد بشه و از داغی بیفته. بعد منتقل میکنیم به دستگاه مخلوط کن و میذاریم که آسیاب بشه. تو چند مرحله روشن خاموش میکنیم و با قاشق حرکت میدیم تا کنجدار به راحتی حرکت کنن. وقتی کنجدار به دیواره مخلوط کن میچسبن از 2-3 تا قاشق روغن کمک میگیریم که من اینجا روغن کنجد ریختم برای اینکه کنجدار روون بشن و بتونن تو دستگاه به راحتی حرکت کنن. گاهی دستگاه رو خاموش میکنیم و به کمک قاشق مواد رو یه حرکتی میدیم که به دیوار نچسبه و روونتر حرکت کنه تو دستگاه. البته گاهی هم باید دستگاه رو خاموش کنیم تا یه استراحتی بکنه موتور دستگاه داغ نشه. اینجا باز دستگاه رو خاموش کردم تا موتور کمی استراحت کنه. اینم از محصول نهاییمون ارده. دیدین که چقدر قشنگ و راحت درست شد. برای درست کردن ارد شیره هم میتونین شیره رو به دستگاه اضافه کنید هم دستی با هم مخلوط کنید. ولی چون توی دستگاه مواد سفت میشن و چرخشش امکان داره برای دستگاه سخت باشه، پیشنهاد من اینه که ارده رو از دستگاه خارج کنید و به کمک یک قاشق با شیره مخلوط کنید. اینجا من با چند پالس روشن خاموش کردن بالاخره مواد رو با هم مخلوط کردم.
در نهایت اردشیره رو در ظرف دربسته داخل یخچال نگهداری کنید. نوش جانتون.